دوستان عزیزم سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم که هر جای این دنیای زیبا که هستید سراپای وجودتون قلب روشنایی و مهر باشه. میخوام یه چند دقیقه راجع به لقمه حلال با شما صحبت کنم و یه قطعه درخشان از مثنوی معنوی رو هم برای شما بخونم. بسیاری از افراد گمان میکنن که برای رشد معنوی و یا برای رسیدن به آرامش و شادی باید کارهای خیلی عجیب و غریبی انجام بدن، ولی به نظر بسیاری از بزرگان از جمله به نظر مولانا یکی از مهمترین سرچشمه‌های آرامش و رشد و یکی از عالی‌ترین روش‌های رشد معنوی استفاده از لقمه حلاله و متقابلاً غذای حرام مانع هر گونه رشد و پیشرفتی میشه و آرامش و شادی انسان رو به طور کامل از بین میبره. قبل از اینکه بحث رو ادامه بدم میخوام یه قطعه بلند از مثنوی رو برای شما بخونم. تا جایی که من میدونم عالی ترین ستایشنامه لقمه حلال در ادبیات فارسی همین چند بیت مولاناست. در هیچ کجای ادبیات درخشان فارسی به این رسایی و شیوایی از لقمه حلال تعریف و تمجید نشده. خواهش میکنم به تک تک بیت ها با دقت تمام گوش بدید و بعدا اینها رو از متن مثنوی پیدا کنید، بخونید، حفظ کنید و با اینها زندگی بکنید. گر تو این انبان زنان خالی کنی، پر ز گوهرهای اجلالی کنی. طفل جان از شیر شیطان باز کن، بعد از آنش با ملک انباز کن. شیر شیطان یعنی غذای حرام. تا تو تاریک و ملول و تیره ای، دان که با دیو لعین همشیره ای. کسی که غذای حرام میخوره در واقع همشیره دیوه. لقمه ای کان نور افزود و کمال، آن بود آورده از کسب حلال. روغنی کاید چراغ ما کشد، آب خوانش چون چراغی را کشد. یا آب خوانش چون چراغی را کشد. غذای حرام چراغ عقل ما، فروغ ایمان ما رو خاموش میکنه و درون ما رو تیره و سرد و ملول میکنه. عشق و رقت آید از لقمه حلال، علم و حکمت زاید از لقمه حلال. چون ز لقمه تو حسد بینی و دام، جهل و غفلت زاید آن را دان حرام. هیچ گندم کاری و جو بردهد، دیده ای اسبی که کره خر دهد. و این بیت که به نظرم یکی از درخشانترین بیت ها در کل ادبیات فارسیه. لقمه تخم است و برش اندیشه ها، لقمه بحر و گوهرش اندیشه ها. اندیشه و تفکر میوه درخت غذاست، یعنی غذایی که ما میخوریم اونه که تعیین میکنه ما چه نوع اندیشه‌ای داشته باشیم. طبیعتاً کسی که غذای حرام میخوره اندیشه های او هم حرام خواهند بود و کسی که غذای حلال میخوره به اندیشه های حلال و پاک دسترسی پیدا میکنه. زاید از لقمه حلال اندر دهان، میل خدمت عزم رفتن آن جهان. مثنوی دفتر اول از بیت 1639 تا بیت 1648. ممتعی سخن مولانا در این ابیات بلند اینه که اندیشه میوه لقمه است. همونطور که اگر کسی گندم بکاره گندم درو میکنه و اگر کسی جو بکاره لزوما جو به دست میاره، لقمه حلال هم اندیشه های درست و نیک در پی داره و لقمه حرام اندیشه ها رو هم حرام میکنه. به عبارت دیگه لقمه حرام و لقمه حلال آثار و نتایج گریزناپذیری در زندگی انسان دارن. با تأمل در این قطعه‌ای که برای شما خوندم میشه فهمید که به نظر مولانا لقمه حلال چنین آثار و نتایجی داره. 1 نور و کمال، 2 علم و حکمت، 3 عشق و رقت، 4 میل خدمت، 5 عشق به مرگ. و در مقابل لقمه حرام باعث تاریکی و تیرگی و ملالت و حسادت و فریبکاری و جهل و غفلت میشه. به دست دادن یک تعریف جامع و مانع از رزق حلال و رزق حرام واقعا کار دشواریه، ولی میشه گفت رزق حلال اونه که در فرایند کسب اون حق کسی ضایع نشه و آزاری به کسی وارد نشه. رزقی که کسب اون مستلزم ضایع کردن حق دیگران و آزار رساندن به دیگران باشه ناپاکه و به زندگی معنوی و به آرامش و شادی شخص آسیب میرسونه. در اینجا هم مثل همه امور وجدان پاک و عقل سلیم هر کسی میتونه به خوبی این وظیفه رو در واقع مشخص بکنه.
معیار دیگه که میشه از اون برای تشخیص رزق حلال از رزق حرام استفاده کرد، زحمت و کوششه. رزق حلال اونه که انسان برای تحصیل اون زحمت بکشه و کار بکنه، و رزق حرام اونه که بدون زحمت جسمی یا ذهنی به دست بیاد. کسانی که بر اثر اوضاع نادرست جامعه میتونن بدون تلاش و کوشش درآمد کسب کنن، و کسانی که توانایی کار کردن دارن ولی بدون انجام دادن کار مثبتی از ثمرات زحمات دیگران استفاده میکنن و پخته‌خواری پیشه میکنن، رزقشون پاک و حلال نیست. بر اساس این دوتا معیار میتونیم بگیم که رزق حلال مال کسیه که یک، در زمان کار فقط وظایف خودش رو انجام میده و از انجام کارهای شخصی، پرسه زدن در فضاهای مجازی، صرف وقت برای گفتگوهای غیر لازم با همکاران و ارباب رجوع پرهیز میکنه. دو، از کم فروشی و گران فروشی دوری میکنه. سه، کار خودش رو در نهایت تمرکز و دقت و با بهترین کیفیت انجام میده و از سرهمبندی و بی‌دقتی به طور کامل پرهیز میکنه. چهار، از حیله و فریب در معامله و کار پرهیز میکنه. پنج، مسئولیت و شغلی رو که فراتر از توانایی و دانایی اوست قبول نمیکنه. و شش، با روی خوش با مشتری‌ها و با ارباب رجوع و همکاران خودش برخورد میکنه. کاملا روشنه که اگر همه افراد جامعه در کسب روزی خودشون به این چند مسئله‌ای که عرض کردم توجه بکنن، گذشته از اون که خودشون شخصاً به آرامش و نیکبختی فردی میرسن و آرامش و شادی و رشد رو تجربه میکنن، جامعه هم بسیار سالم و آباد و بانشاط میشه و از نظر اقتصادی و اخلاقی رشد پیدا میکنه. قضایی که حاصل چنین دقت‌ها و مسئولیت پذیری‌هایی باشه، آثار بسیار نیکویی رو هم برای فرد و هم برای جامعه به ارمغان میاره. در مقابل جامعه‌ای که در اون افراد در کار خودشون خبره نیستن، حقوق هم رو ضایع میکنن، همدیگر رو فریب میدن، کالاهای نامرغوب تولید میکنن، گران فروشی و کم فروشی میکنن، کاری که فراتر از زمان اونهاست بر عهده میگیرن و وظایف خودشون رو در قبال کاری که انجام میدن رعایت نمیکنن، این باعث آشفتگی شخصی خودشون و آشفتگی اوضاع اجتماعی میشه. با این اوصاف میتونم با اطمینان بگم که حلال خوری یکی از برجسته ترین ویژگی های یک انسان معنوی و یکی از مهمترین ارکان یک جامعه سالم و شکوفا و رشد یافته است. این مصرع درخشان مولوی رو همیشه در خاطر داشته باشیم که لقمه تخم است و برش اندیشه ها. امیدوارم که سلامت و سربلند باشید در پناه خداوند. تا دیداری دوباره، بدرود.